تا حالا فکر کردی وقتی وارد یه خونه میشی چی باعث میشه حس خاصی داشته باشی؟ داریم قسمت دوم از کتاب Interior Design Illustrated رو بررسی میکنیم، پس با من همراه باش. امروز قرار درباره این موضوع با هم حرف بزنیم، از بیرون تا درون، و اینکه چی باعث میشه یه فضا شخصیت پیدا کنه. اول از همه مرز بین بیرون و درون رو با هم ببینیم. دیوارهای خارجی این مرز رو میسازن. بعضیا ضخیم و محکمن و کاملا داخل رو از بیرون جدا میکنن. اما بعضی دیوارها نازک یا حتی شفاف هستن، مثل شیشه ها که مرز رو محو میکنن تا حس آزادی بیشتری داشته باشی. بعد میرسیم به درها و پنجره ها. اینا فقط بازشو نیستن، یه پل بین دو دنیا هستن. و جالبتر از همه فضاهای انتقالی مثل ایوان، تراس یا ورودی‌های نیمه باز هستن. اینها ورود به خونه رو تدریجی میکنن، نه ناگهانی. وقتی وارد یه فضا میشی، اولین حسی که داری حس پناهه. این حس از کف، دیوار و سقف میاد که دور ما رو میگیره. ولی فقط جداسازی نیست، فرم، نور، تناسبات و حتی دید به بیرون همه با هم کیفیت خاصی میدن. یه سالن با سقف بلند حس شکوه میده، اما یه اتاق کوچیک با نور گرم صمیمی و دنج میشه. حالا طراحی داخلی وارد میشه. یه طراح داخلی فقط رنگ یا مبلمان انتخاب نمیکنه. باید شخصیت معماری رو بشناسه تا تصمیم بگیره. ادامه دهنده معماری باشه یا تضاد ایجاد کنه یا حتی نقطه مقابلش باشه. یه اتاق ساده رو تصور کن، با نور درست یا مبلمان مناسب میتونه تبدیل به یه فضای خاص بشه. پس طراحی داخلی یک گفتگوی هوشمندانه با معماریه. گفتگویی که میتونه مرزهای فضا رو دوباره معنا کنه. دفعه بعد که وارد یه خونه شدی، به این جزئیات نگاه کن. مرز بین بیرون و درون، نور، فرم، مقیاس، در واقع اینا هستن که روح به فضا میدن. اگه دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره.